رستاخیز عمومی، قیام عمومی و معروف سالهای 1324 و 1325 هجری خورشیدی. حرکت ماه سنبله سال 1324 با پیمانشکنی و کجرا حروی که از چهره‌های شاخص قیام یعنی یوسف بیگ در نیمه راه به خاموشی گرایید و قلعه مقصود را فتح نکرد. سوار محزون و دلخون از این ماجرای شگفت ولی با کوله‌بار از تجربیات تازه به زادگاهش بازگشت. مدت کوتاه خانه‌نشین گردید و منتظر ماند که از توبه این روزگار تیره و انسانکش دیگر چه شعبده‌ای بیرون می آید. از اون سو عبدالجلیل حاکم سپاهی که 2 بار رد پای شیر را در اطراف لانه اش دیده بود، فقط تا ماه عقرب همون سال توانست در القان با خوف و کابوس دست و پنجه نرم کند. با فرارسیدن این ماه که از نزدیکی زمستان و برف و راهبندان هزارجات خبر میداد، دیگر تاب ماندن نیابد. بساطش را از شهرستان جمع کرد و همراه ارباب‌ها یعنی یوسف بیگ، ارباب موسی و محمد جان رهسپار پنجاب شد. در غیاب او رئیس مالیه و حیث کفیل حاکم ایفای وظیفه می نمود. حاکم و همراهان ماجرای دستگیری محصلان توسط گاوسوار و نیز جریان لشکرکشی او با ارکان را به اطلاع سید عباس حکمران حکومت کلان رساندند و به او یادآور شدند که اگر حکومت کلان وارد معرکه نشود سپاهی از دست خواهد رفت. البته این همه فقط یک روی سکه بود. روی دیگر این سکه گستردن دام برای یوسف بیگ همکار و همگام سابق گاوسوار بود. عبدالجلیل، ارباب موسی و محمد جان مخفیانه به حکمران راپور دادند که یوسف بیگ همدست و همگام با ابراهیم خان عامل فتنه اخیر شهرستان بوده است. حکمران هم بیدرنگ یوسف بیگ را زرناله کرد و به بند انداخت. بدین ترتیب این میر فریب خورده بهای پیمانشکنی و بیگانه پرستی را نقداً دریافت کرد. با راپور حاکم شهرستان از اوضاع آشفته اون سامان، سید عباس یک گروه 100 نفری از محصلان را به سرکردگی مراد خالروی از سگدیز پنجاب به سوی شهرستان سوق داد تا با زور برچه و قمچین مالیه روغن مواشی را از مردم آن سامان حصول نمایند. این گروه چون تون باد بنیاد کند بر ده و دیار شهرستان به چرخش پرداختند و چنان غوغا و قیامتی برپا کردند که مردم به محصلان پیشین درود و رحمت فرستادند. اما این گروه آشوب طلب و چپاولگر در سیاه دره برگر دستگولی به آب داد که مادر حوادث بعدی گردید. زمانی که این گروه در سیاه دره سرگرم تاخت و تاز بود، ابراهیم خان برادرش ارباب سلطان را نزد قماندان خالروی فرستاد و به او پیغام داد که بیا مذاکره کنیم. او قماندان مغرور و مسرور از دریدن و چاپیدن هیچ اعتنایی به برادر و فرستاده گاوسوار نکرد. صبح روز بعد شخصی به نام اسحاق زوار از سیاه دره برگر خود را به خانه ابراهیم خان رساند و اونچه را اون شب بر او و خانواده اش گذشته بود این گونه روایت کرد. خالروی و افرادش امشب به خانه ام سرازیر شده، گوسفندم را کشته، گاوم را کشته و ناموسم هم دست اندازی کرده است. از این حدیث جگرخراش دریای غیرت ابراهیم خان طوفانی گردید و به تلاطم آمد. مثل فنر از جا کنده شد. 50 مرد دلاور و آتش مزاج از اقوام خود و مردم منطقه را دست چین نموده و خشمناک و کینه‌مند به سوی سیاه دره تاخت. به محل وقوع حادثه رسید و خالروی را احضار کرد و خطاب به او گفت: و گوسفند این بی پناه را کشتی و خوردی، دیگر چی بی شرفی کردی؟ قماندان که خود را در حلقه تفنگ به کفان خشمگین میدید، موضوع دستاندازی به ناموس را از اساس منکر شد. ولی ابراهیم خان که ماجرا برایش روشن بود و افرادش دستور داد که محصلان را خلع سلاح کرده سلاح‌هایشان را تحت ضبط قرار دهند. بعد از دستگیری و خلع سلاح آنها، ابراهیم خان به صاحب خانه گفت: اگر خالروی را به تو بسپارم میکشی؟ جواب داد: بله، مثل گوسفندم ذبح میکنم. فوراً چاقوی بزرگی از خانه آورد و دستور ابراهیم خان دست و پای قماندان را بستند و خواباندند. اسحاق زوار
هم آستین‌هایش را بالا زد و آماده انتقام گرفتن گردید که برخی از همراهان گاوسوار پادرمیانی کردند و خالروی را نجات دادند. پس از او را مورد عتاب قرار داد و گفت تو را فرستاده که کلاه ببری، نه اینکه هم سر ببری و هم به حرمتی کنی. تفنگ‌ها و اسب‌های محصلان را تحت ضبط قرار داد، خود آنها را به سمت پنجاب فرستاد و به خالروی گفت برو به سید عباس بگو که بیا روغن بگیر که چطور میگیری. پس از این ماجرا ابراهیم خان به عموم مردم اعلام کرد که بعد از این هیچ کس حق ندارد روغن کچپاوی را با حکومت ظالم پرداخت کند و اگر حکومت بخواهد به زور مالیه را از مردم بگیرد. تا ابراهیم زنده است از قومش دفاع خواهد کرد. همزمان با این اعلام یا کمی بعدتر مردمان نواحی مختلف ابلاغ نمود که دارایی و احشامشان را بفروشند و در فکر تهیه عراق و کارتوس باشند. این اعلان ها مانند بوم در شهرستان صدا کرد و چون شعله های آتش زمستانی و پیکر یخ زده و کرخت مردم گرما و حرارت بخشید، شور و شوق میان مردم لگد مال شده و کارد به استخوان رسیده ایجاد نمود. یخبندان سکوت و وحشت از بیداد و استبداد فرو ریخت، زیرا مردی سربدار و سربکف خود را مرگ نامیده آشکارا استبداد را به مبارزه طلبیده بود و حاکمیت فاشisتی را به چالش فراخوانده بود. جنب و جوش میان مردم پدید آمد. آنان از طرف به هر دیه و دیار در پی شکار محصلان میگشتند و از سوی دیگر در تب و تاب تهیه سلاح و ابزار جنگ به سر می بردند. مردم گروه گروه به دیدار گاوسوار می آمدند و از او کسب تکلیف می نمودند. همزمان با جوش و خروش مردم سپاه حکومت کلان هزارجات نیز برای مهار اوضاع سپاه وارد معرکه گردید. سید عباس پس از رسیدن خالروی و همراهان و پنجاب و راپور اوضاع شهرستان، عبدالقدوس فرمانی قماندان امنیه حکومت کلان را همراه 50 نفر عسکر مسلح به سوی شهرستان سوق داد تا علاوه بر دستگیری گاوسوار نظم و امنیت آن را در آن سامان برقرار نماید و در غیاب حاکم اداره امور شهرستان را به دست گیرد. تعدادی از ارباب‌ها از جمله ارباب موسی و محمد جان نیز در رکاب قماندان عظیم شهرستان شدند. عبدالقدوس یکی از مهره‌های کارکشته و بیرحم حکومت بود که در پی سرکوبی بسیاری از حرکت‌های ضد استبدادی هزارجات از جمله در سرکوبی و دستگیری قربانزوار در سال 1328 حضور داشت. قماندان و همراهان داخل شهرستان شدند و یک راست به طرف برگر رفتند. ابراهیم خان که از آمدن آنها مطلع شدند اقدام به گرد آورد نیرو و سنگربندی نمود، اما قماندان وقتی به برگر رسید بدون توجه به تمهیدات ابراهیم خان با راهنمایی یک نفر پیش بلد مستقیم به طرف قلعه او رهسپار گردید. با این حرکت عبدالقدوس و همراهها خان گاوسوار و یارانش دریافتند که قماندان قصد جنگ ندارد. ابراهیم خان قماندان و عساکر را به خانه خود برد و به برادرانش هدایت داد که ارباب‌ها را از قماندان جدا نموده و بندی نمایند. بر اساس این هدایت ارباب ارزحسین برادر گاوسوار خود را به ارباب‌ها رساند و به ملایمت و مدارا گفت قماندان صاحب جای خان می رود، شما بروید خانه من، چای بخوریم، گپ بزنیم، بعد هم یک جای طرف القان می رویم. ارباب ها به این گمان که گاوسوارها به همین سادگی تسلیم شده اند به آسانی دم به تلک دادن و رهسپار خانه ارزحسین شدند. همینی که قدم به درون خانه گذاشت فوراً شانه هایشان را بستند و پس از لعب جانانه در طویله حیوانات هم آخر چهارپایان ساختند. قماندان و عساکر مشغول صف چای بودند که از سرگذشت ارباب‌ها با خبر شدند. رنگ از چهره قماندان پرید و اذن رفتن خواست. ابراهیم خان خطاب به قماندان گفت با این همه تندتراق و این تعداد تفنگچی برای چی آمده ای که گاوسوار را بگیری؟ همونطور که
یوسف بیگ را در بند انداختگی من می توانم تو را بندی کنم تا حکمران یوسف بیگ را آزاد کند. اما چون پیش دروازه‌ام آمده ای و مهمانم هستی، من نامرد نیستم اینجا و تو کاری ندارم. برو اورقان، نیروهایت را جمع کن، خود را محکم کن که بجنگیم. قماندان که همین را از خدا می‌خواست بیدرنگ همراه با عساکرش رهسپار اورقان گردید. او پس از استقرار در مرکز شهرستان ابتدا نامه‌ای با حکمران نوشت و تقاضای اعزام نیرو و کمک نمود. سپس دست به کار گردآوری لشکر و آمادگی برای جنگ شد. علاوه بر عساکر موجود در مرکز شهرستان و عساکر اعزامی از پنجاب و طرفداران حکومت و نیز تپانچه‌های ارباب‌ها از نواحی مختلف جمع نمود. کوه‌ها و بلندی‌های اطراف اورقان و همچنان اطراف قلعه حکومتی را سنگربندی نمودند. هیزم، مواد خوراکی و سایر لوازم به میزان زیاد درون قلعه انبار کردند. ظرف‌ها را پر آب نموده چند زندانی را وادار به حفر چاه در بین قلعه ساختند. از اون سو ابراهیم خان پس از رفتن قماندان ارباب‌های به دام افتاده را به حضور طلبید. نخست آنها را مورد عتاب و نکوهش قرار داد که ناموس این مردم در بدل روغن شرکت گرفته می شود. شما به جای یاری و دستگیری از این مردم می روید سر قوم غریب خود لشکر می آورید. پس از تازیانه کلام دستوری جزا و چوبکاری آنها را داد و بعد هم حکم قتلشان را، ولی با شفاعت علما و روحانیون مانند شیخ ناظر حسین و ملا دیدار علی و دیگران از کشتنشان منصرف شد. ولی شرط کرد که تا هر کدام آنها 50 میل تفنگ و مجموعاً 30,000 افغانی را به او بدهند و دیگر با حکومت همکاری نکنند. ارباب‌ها قبول نمودند و سوگند یاد کردند که قماندان را همونطور که آورده‌اند دوباره از منطقه بیرون کنند. تفنگ‌ها و پیسه ها را تحویل دادند و آزاد شدند. اما برخلاف سوگند و پیمانشان، همین که زنجیر را در پای خود ندیدند مستقیم نزد عبدالقدوس رفتند و با جمع کردن نیرو به طرفداری از حکومت مشغول شدند. از غرایب روزگار این که در این جنگ تمام ارباب‌های شهرستان مانند ارباب موسی، محمد جان، ارباب عطای برگر، حاجی مرشید قاف، محمد رضا آخوند و غیره به طرفداری از حکومت علیه مردم خرد وارد جنگ شدند. پس از این ماجرا که از همه آنها بوی جنگ و بارود به مشام می رسید، ابراهیم خان ابتدا تعداد از روحانیون منطقه را جمع کرد و از آنها درباره مشروعیت قیام کسب تکلیف نمود. علما با توجه به وضعیت دردناک آن زمان قیام و اقدام او را تجویز کرده خلاف شرع ندانستند. سپس برخی از متنفذین و سران اقوام را ملاقات کرد و نیات خود را با آنها در میان گذاشت و از جمله به آنها گفت اگر این برفها آب شود، حکومت می تواند از کابل قوه طرف هزارجات سوق دهد. آن وقت هیچ کاری از دست ما پوره نیست. در این صورت مردم به کلی از هستی ساقط خواهند شد و ما باید روی قبرستان هزاره مختصر بدهیم. تنها راه خلاصی از این بدبختی این است که پیش از آب شدن برفها گلم حکومت را جمع کنیم. در این گفتگو صریحاً به آنها گفت که قصد دارد ابتدا شهرستان و بعد حکومت کلان را تصرف کند و مقصد نهایی کابل است. در این اجتماع موافقت سران قوم را هم جلب کرد. پس از این مشورت‌ها صریحاً به مردم اعلام کرد که از ما و حکومت جنگ است و باید شر این حکومت ظالم را از سر مردم کم کرد. با این اعلام و ابلاغ دیوار بلند شب شکافت برداشت و زمستان سرد و منجمید هزارجات و فصل جنبیش و تپیش شور و یورش تبدیل گردید. در مزرعه سوخته و آفت گرفته که گیاه از رویدن هراس داشت، هزاران گلبوته امید سبز و آرزو، شوق شکافتن و سربرآوردن یافت. خون سرد شده در رگ‌های مردم سیلی خورده و جارش چشیده به غلیان آمد و این خبر چون قطره‌های باران سرزمینی تشنه و تفتیده دلشان را خنک کرد. نخست اقوام و بستگان ابراهیم خان که تعدادشان به 600 تا 700 نفر می رسید، به سرکردگی ارزی حسین، ملا یوسف و نعیم
اجتماع کردند. سپس اسلمبیگ یکی از همپیمانان گاوسوار در قیام دوم از مردان مؤثر این قیام همراه با افراد و تفنگچی‌هایش به آنان پیوستند. آنگاه مردم گروه گروه سواره و پیاده مسلح و چوبکی چون جویبارهای پراکنده از هر قریه و ناوه به سوی دانه چرخ برگر جریان یافتند تا سیل خروشان و بنیانکنی بسازند که بنای ستم را از بنیاد برافکنند. مردم کوتود به سرکردگی محمد امیر و مردم گلودان در رکاب محمد موسی بشور و هلهله از راه رسیدند. مردم تخوی به سرکردگی حسین علی خشمگین و غضبناک به جمع لشکریان پیوستند. مردم نالج نیز به فرماندهی نرگورگ کلنگی و خدا رحیم چوچو چون سیل بهاره از راه رسیدند. از دیگر سو سلیمان با 100 نفر از موصول با 200 نفر خود به قافله رسید. دیگر کسانی که به عنوان سرکرده و سردسته گروهی از مردم از نواحی مختلف به سپاه مردمی پیوستند اینها بودند: حیدر، صفدر، موسی ریش‌دراز، غلام علی، حسن کربلایی، بخشی خدابخش، محمد کریم، عیسی حواله‌دار، گلزار، محمد عیسی و غیره. جویبارها از هر سو سرازیر گشتند و در دره برگر به هم پیوستند. دریایی از انسانهای خشمگین در دره برگر میچرخید و بیتابی میکرد. چند روزی در میادگاه توقف کردند تا مردمان نواحی دور دست نیز از گرد راه برسند. پس از اجتماع لشکر رهبر قیام دستور داد که سپاه را سرشماری کنند. دستور اجرا گردید و تعداد لشکریان بالغ به 6000 نفر محاسبه گردید. در این اثنا رهبر قیام سران سپاه را به حضور طلبید و گفت باید پیک به القان بفرستیم و قماندان را خبر کنیم که ما عزم جنگ داریم، زیرا از رسم مردان خبر کردن حریف است. حاضران پذیرفتند، نامه‌ای نوشتند و پیام رسانی را رهسپار القان کردند. 2 روز دیگر انتظار کشیدند تا پیک بادپا را از گرد راه رسید و خبر آورد که قماندان لشکر گران گرد آورده و اطراف قلعه حکومتی را مانند حصار خیبر محکم کرده است. پیش از حرکت سپاه رهبر قیام 2 نفر روحانی را به حضور طلبید. 2 رأس اسب سواری در اختیار آنها گذاشت و به سپاه ابلاغ کرد که وظیفه این 2 نفر روحانی کفن و دفن شهدای این جنگ، پیشنمازی و دعا است. 2 اسب دیگر را چندین توپسان سفید برای پارچه کفن بار کرد و با آن 2 همراه ساخت. پس از این مقدمات دستور حرکت به سوی مرکز صادر گردید. ابراهیم خان خود سوار بر اسب پیش از همه حرکت کرد. پرچم‌ها به اهتزاز درآمد. پرچم‌های سبز که شعارهای چون نصر من الله و فتح قریب بر روی آنها نقش بسته بود، دولها مانند توپخانه سنگین شروع به غوریدن کردند. دریای لشکر به تلاطم آمد و توپنده و پرخروش جریان یافت. آمدند تا به منطقه به نام تیرا رسیدند. پیشوای قیام دستور توقف داد. خود به میان لشکر آمد. ذاکر به نام بخشی را طلبید و از او خواست که ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام کنند. بخشی از دشت نینوا و مصیبت پیشوای آزادگان گفت و لشکریان تلخ گریستند. بعد دست نیاز به سوی خالق بی‌نیاز دراز کردند و برای پیروزی بر خصم دعا کردند. در این وقت صاحب قریه گاو آورد تا به عنوان نذر صاحب زمان دست بکشند. لشکریان و نوبت نزدیک حیوان می رفتند و بر پیشانی آن دست می کشیدند. و وقت نوبت به شخص به نام حاجی صفدر علی برگر رسید، ابراهیم خان دستور داد او را دستگیر کنند. دستگیر و خلیع سلاحش کردند. فرزند او که وضع را چنین دید از میان لشکر جدا شد و راه فرار را در پیش گرفت. لشکریان به تعقیبش پرداختند. او حین فرار اقدام به تیراندازی نمود و گلوله‌اش به شکم شخصی به نام ابراهیم از برگر اصابت نمود. او را زخمی ساخت. ابراهیم بعداً چشم از جهان فرو بست. حاجی صفدر علی و فرزندش را دستگیر کرده به برگر فرستادند
تا بعداً با ماجرایشان رسیدگی شود. لشکر دوباره به حرکت درآمد. بار دیگر در قریه خوجه چاشت که تقریباً 2 ساعت با پیاده روی تا ارقان فاصله دارد توقف کردند. نماز مغرب و عشا را به جا آوردند و برای پیروزیشان دعا کردند. در این محل یک بار دیگر لشکر را شمردند. تعداد لشکریان نسبت به آغاز حرکت بسیار بالا رفته بود. در مسیر راه مردم گروه به این سپاه نجات بخش می پیوستند. 6 نفر جنگی و با تجربه را به حیث قماندان و سرگروه 6 گروه تعیین نمود. این افراد عبارت بودند از ارج حسین، ملا یوسف، محمد کریم، محمد امیر از کوتود، محمد موسی از اودان و محمد صوفی. مأموریت هر گروه را نیز مشخص نمود. 2 گروه مأمور فتح کوههای اطراف ارقان گردید و 4 گروه دیگر در 4 ستون موظف به پیشروی به سوی حصار حکومتی شدند. نام شب یا رمز حمله یا صاحب الزمان تعیین گردید. به لشکریان هدایت داده شد که بسیار آهسته و با احتیاط حرکت کنند. تفنگ که نشانه آغاز حمله بود برنخواسته هیچ کس نباید وارد عمل شود و با غرش اولین تفنگ دهل‌ها را به صدا درآورد و تکبیرگویان به سوی قلعه و سنگرها و مواضع دشمن حمله کنند. آغاز نبرد. لشکر به آرامی فاصله میان خوجه چاشت و ارقان را پیمود. ساعت 9 شب به حوالی ارقان رسیدند و پیشروی به سوی مراکز استقرار نیروهای حکومت را آغاز کردند. مدتی با سکوت و همهمه گذشت تا صدای نخستین فیر سینه سکوت را شکافت و به کوههای ارقان پیچید. بلافاصله تفنگ‌ها جان گرفتند و آتش سرفه کردند. دهل‌ها به فریاد آمدند و گلوله‌ها صفیر کشان آرامش آسمان را برهم زدند. از بیخ هر سنگ و صخره و پای درخت نعره تکبیر و یا صاحب زمان به هوا برخاستند. جنگ شدید و نابرابر آغاز شد. تکبیر و باروت رو در روی هم قرار گرفتند. این درگیری که نیروهای مردمی حالت تهاجمی و دولتیان مواضع دفاعی داشتند تا نیمه‌های شب ادامه یافت. با رسیدن شب به نیمه صدای دهل یک ستون از نیروهای مردم از نزدیک قلعه شنیده شد و این نشانگر شکسته شدن خطوط دفاعی حکومت بود. آن دسته از نیروهای دولتی و ارباب‌ها که تا آن زمان در کوه‌ها، تپه‌ها مواضع اطراف قلعه سرگرم مقاومت بودند به سرعت مواضع و سنگرها را رها کرده سراسیمه به هر سو پراکنده شدند. بسیاری از افراد اجیر شده رعیتی و تفنگچی‌های ارباب‌ها استفاده از تاریکی شب رهسپار خانه و دیارشان شدند. برخی دیگر همراه با عساکر حکومت، قماندان و ارباب‌ها به درون حصار پناه بردند و در بیرون قلعه فقط یک مسجد واقع در غرب قلعه همچنان در دست مدافعین باقی ماند. سایر مواضع را در همون شب اول عملیات از دست دادند. در این درگیری 4 الی 5 نفر از نیروهای حکومت کشته شدند که مهمترین آنها شخصی به نام دولت اوشتو بود. نام برده از افراد جنگاور و مهم به حساب می آمد و کشته شدن او باعث ضعف رهایی مدافعین گردید. به همین تعداد یا به روایاتی 8 نفر از طرف مردم کشته شدند و 10 نفر هم به اسارت نیروهای مردمی درآمد. فتح مسجد. پس از تصفیه کوه‌ها و تپه‌ها از وجود نیروهای مدافع، مردم خشمگین تکبیرگویان از هر سو طرف قلعه هجوم آوردند و آن را تنگ در محاصره گرفتند. قماندان و نیروهایش این بار مسجد بیرون قلعه را به کانون مقاومت تبدیل کردند. بار دیگر تیراندازی متقابل از سر گرفته شد. این بار به دلیل برتری دولتیان از لحاظ سلاح و مهمات زد و خورد به طول انجامید و 3 روز تمام ادامه یافت. در این مدت 3 نفر دیگر از نیروهای مردم کشته شدند. به دلیل پناه گرفتن مدافعین در حصار و مسجد ظاهراً تلفاتی نداشته‌اند. شب 4 ابراهیم خان دستور حمله به مسجد را صادر نمود. طبق دستور و برنامه تهاجم آغاز گردید و پس از یک زد و خورد کوتاه و شدید مسجد به تصرف مردم درآمد. قماندان و همراهانش به درون حصار خزیدند. این بار به برج‌های حصار برآمدند و از ترکش‌ها به دفاع پرداختند. بعد از فتح مسجد 2 روز دیگر جنگ در اطراف قلعه جریان یافت. در این روز
نیروهای مردمی فرد را دستگیر کردند که گمان می‌رفت از درون حصار بیرون آمده است. او را نزد ابراهیم خان آورد. رهبر قیام به او گفت اگر حقیقت را بگویی در امان هستی و اگر نه به سزایت خواهیم رساند. او به حرف آمد و توضیح داد که قماندان نامه‌ای به حکمران پنجاب نوشته و روزگار سیاهشان را برای او توضیح داده است. بعد نامه را کشید و به دست ابراهیم خان داد. او در توضیح وضع درون حصار گفت خوردنی و آشامیدنی به پایان رسیده. فقط یک گاو برای کشتن و خوردن دارند. چند بندی گرسنه و بینوا را مجبور به کندن چاه کردند. بسیار بار خطا و بیمناک هستند. رهبر قیام پس از استماع این گزارش و خواندن نامه سران سپاه را به حضور طلبید. وضع درون حصار را برای آنان تشریح کرد و از آنان خواست تا تدبیر برای تسخیر قلعه بیندیشند. در پایان این گفتگوی مشورتی چنین تدبیر اندیشه شد که 2 حلقه نقب از بستر دره به سمت زیر 2 برج قلعه حفر نمایند و با کار گذاشتن بارود در زیر برج‌ها آنها را منفجر نمایند. بلافاصله چند نفر مأمور تهیه 3-4 سر داروی تفنگ یا بارود شدند و چند نفر دیگر مأمور کندن 2 تونل. غیر قلعه حفاران مصروف حفر تونل گردیدند. یکی از تونل‌ها راه انحرافی در پیش گرفت و از زیر مسجد سر درآورد. دومی مستقیم به سمت زیر برج پیش رفت. 6 شبانه روز طول کشید تا حفر نقب به انجام رسید و به این ترتیب 6 روز دیگر با محاصره و تیراندازی متقابل سپری گردید. با تکمیل حفر تونل داروی تهیه شده را در داخل پیپ‌های روغن جاسازی کرده. پیپ‌های پربارود را در زیر برج تعبیه نمودند. آن وقت یک حلقه تار بسیار دراز را به تیل خاک آغشته ساخته یک سر تار را به زیر پیپ‌ها وصل کردند. سر دیگر را بیرون تونل آوردند. طرف بیرونی تار را شعله‌ور ساختند. تار آغشته به تیل سوخته می رود تا به زیر پیپ‌ها می رسد. ساعت 9 روز 8 محاصره صدای مهیبی پرده گوش‌ها را لرزاند و یکی از برج‌های قلعه به هوا رفت. 6 نفر عسکر که درون برج قلعه دفاع بودند زیر آوار مدفون گردید. 2 عسکر دیگر در طاق‌های قسمت از برج زنده ماندند. مردم با دیدن آن 2 فریاد برآوردند که تسلیم شوید. آنها که از مردم شمالی بودند سلاح‌هایشان را پایین انداخته تسلیم شدند. قماندان، ارباب‌ها و دیگر مدافعین که خود را در محاصره دریایی از انسان‌های خشمگین و حصار فرو ریخته یافتند به سید حسن معروف به سید قوق متوسل شدند. او یکی از فرستادگان گاوسوار به نزد قماندان بود که عبدالقدوس برخلاف ادب و رسم معمول او را زندانی ساخته بود. سید را از بندیخانه بیرون آوردند. قرآنی به پشتش و ریسمانی به کمرش بسته از بالای حصار پایین کردند. او از بالای حصار با صدای رسا فریاد زد و خود را معرفی کرد که فلانی هستم و برای مصالحه می آیم. پایین آمد و به نزد ابراهیم خان رفت. پیام عبدالقدوس را رساند که ما تسلیم می شویم و همه چیز را به تو واگذار می کنیم به این شرط که ما را نکشید. ابراهیم خان پذیرفت و گفت اگرچه آنها با ما بدی کردند ولی ما از تقصیرات آنها گذشتیم. اما شرط کرد که ارباب‌های خائن مشمول این عفو نیستند. سید حسن مجدداً به درون حصار بازگشت و پیام پرچمدار قیام را ابلاغ نمود. لحظات بعد دروازه حصار پس از 11 روز محاصره گشوده شد. قماندان، ارباب‌ها، مأموران محلی، عساکر حکومت، تفنگچی‌های ارباب‌ها و اجیر شده های رعیتی از قلعه بیرون آمدند. در حالی که سرها را بیرهنه ساخته و از خجالت به زیر افکنده بودند، از فرط تشنگی، گرسنگی و وحشت از آتش انتقام مردم رنگ به چهره نداشتند. ابراهیم خان چند قدم به استقبالشان شتافت و با آنها مصافحه و بغل کشی کرد. بعد دستور داد که برای آنها آب بیاورند. قماندان که حتم داشت او را خواهند کشت پس از نوشیدن آب خطاب به گاوسوار گفت و من اینقدر مهلت بده که 2 رکعت نماز به جا آورم، بعد حکم خود را در مورد من اجرا کن. ابراهیم خان پاسخ داد تو هم یک فرزند این وطن هستی، من هم یک فرزند این وطن.
تو اینقدر وظیفه داشتی تا از این محلی که به تو سپرده شده دفاع کنی. تو وظیفه‌ات را انجام داده ای، اما من که حرکت کرده ام برای کشتن تو نبوده است. اصل هدف من حکومت ظالم ظاهرشاه و هاشم خان است. از کشتن تو نه زور حکومت کم می شود و نه مشکل ما با این حکومت حل می شود. تو آزاد هستی، نیروهایت را جمع کن تا افراد را با تو همراه کنم که شما را به منطقه حکومت کلان برسانند. آن و افرادش که تعدادشان به 60 تا 50 نفر بالغ می گردید آماده رفتن شدند. ابراهیم خان برادرش عرض حسین را با 80 مرد مسلح با آنها همراه کرد و توصیه نمود که اینان را صحت و سالم به منطقه قناق، منطقه حکومت کلان برسانند و کسی حق ندارد حتی به دکمه لباس عساکر دست بزنند. به این ترتیب حکومت سپاه تسخیر گردید. به علاوه قماندان امنیه کل هزارجات و نیروهای حکومت کلان هم با شکست و سرافکندگی تسلیم مردم شدند. این جنگ 11 روز به طول انجامید. در مجموع 10 تا 15 نفر از افراد حکومت کشته شدند و حدود 15 تا 20 نفر از مردم. یک پسر بچه که حین جنگ اطراف قلعه در حال تردد بود نیز با فیر مدافعین از برج‌ها کشته شد. قلعه حکومتی، خزانه، سلاحخانه، انبارهای گندم گدام و روغن شرکت، پارچه‌های ارسالی دولت در بدل روغن شرکت و غیره به طور کامل به دست مردم افتاد. در این مدت نیروهای مردمی از ناحیه بیرون شهرستان در کمال ایمنی به سر می بردند، زیرا راه‌های دایکندی، دایزنگی و سایر مناطق همجوار را مسدود ساخته بودند. تقسیم غنایم. پس از فراغت از موضوع عبدالقدس و همراهان، لشکریان به سوی قلعه هجوم آوردند. ابتدا زندانیان هزاره را که برخی از آنها با شکم گرسنه و بدن رنجور مشغول حفر چاه و در حال جان دادن بودند آزاد ساختند. آنگاه اموال، سلاح‌ها و غنایم موجود در ولسوالی را تصرف نمودند. وقتی غنایم به دست آمده را از قلعه بیرون کشیدند، ابراهیم خان دستور داد که همه آنها را جمع کرده پیش قلعه انبار کنند. لشکریان چنین کردند. آنگاه او خود آستین بالا زد و کوله سلاح و اموال را به طور مساوی میان سپاهیان تقسیم نمود. در این میان جالبتر از همه تقسیم روغن شرکت بود. این روغن که روزی با زور غمگین از همان مردم پا بیرهنه جمع شده بود به این شکل تقسیم شد که خیک‌های روغن را روی سنگ صاف و هموار خالی کرده انبار بزرگ روغن تشکیل دادند. آنگاه توسط بیل برای کسانی که خانه‌هایشان نزدیک بود توزیع گردید. آنچه را حکومت جور با نوک سوزن جمع کرده بود آنها با سر چهارشاخ باد کردند. دربار سبدی. پس از فتح حصار و تقسیم غنایم مردم پیش قلعه اجتماع کردند تا به سخنان و توصیه‌های رهبر قیام گوش بسپارند. در این اثنا یاران ابراهیم خان یکی از چوکی‌های اداری را در میان مردم گذاشتند تا رهبر قیام حین سخن گفتن روی آن بنشیند. ابراهیم خان با مشاهده چوکی خطاب به آنان گفت: چوکی را بردارید. ما مردم هزاره اگر چوکی می داشتیم به این روز سیاه نمی افتادیم. سبد بیارید. یاران ابراهیم خان سبد را حاضر کرده میان مردم گذاشتند. قهرمان قیام روی سبد نشست و کمی درباره انگیزه‌های قیام و برنامه آینده صحبت کرد. بعد نوبت رسیدگی به ارباب‌های همکار حکومت رسید. آنان را دست بسته و سرافکنده در مقابل مردم حاضر کردند. ابراهیم خان نخست به پایبند شکنی‌ها و سوگندخوری‌های مکرر آنها اشاره کرده و یادآور شد. بعد دستور مجازات و چوبکاری آنها را داد. اول ارباب موسی را خواباند و پاداش خوشخدمتی‌ها و خوشرقصی‌هایش را در برابر حکومت ظالم با چوب تر پرداخت کردند. بعد به ترتیب دیگر ارباب‌ها را در جایگاه حاضر کرده با چوب تر با آنها معامله کردند. سرگذشت سید شاه کریم شخص عیارمنیش و جنگاوری بود از منطقه سنگ موم دایکنده که قبلا در برابر کوچه‌ها و قندهارها در منطقه گیزاب و تمزان شجاعت‌های خود نشان داده بود. در جنگ شهرستان به دلیل اغوای ارباب‌ها
و یا دلیل دیگر او به طرفداری از حکومت وارد این جنگ شد و یکی از استوانه‌های مقاومت به حساب می آمد. پس از عقب نشینی لشکر حکومت از مواضع بیرون قلعه، یکی از کسانی که در مسجد باقی ماند و 3 شبانه روز در برابر مردم مقاومت کرد همین سید کریم بود. در یکی از همین روزها شاه کریم با تعداد از همراهانش در مسجد نشسته بودند که صدای تک تک مانند صدای کلنگ از زیر مسجد به گوششان رسید. یکی از نقب‌ها که مثل انحرافی پیموده بود، حفاران بیخبر به زیر مسجد رسیده بودند. لحظات بعد کف مسجد فرو ریخت و 2 نفر کلنگ به دست و با سر و صورت خاک آلود در حفره ظاهر گردیدند. شاه کریم فوراً تیراندازی کرد و آن 2 نفر را از پای درآورد. پس از فتح ولسوالی، سید مذکور به دست نیروهای فاتح اسیر گردید. مردم خشمگین تا توانستند سید را زیر قنداق چوب و لگد قرار دادند. بعد با سر و صورت شکسته و خون آلود نزد ابراهیم خان آوردند. ابراهیم خان پرسید که این شخص کیست؟ جواب دادند که سید شاه کریم سنگ موم است. گویا ابراهیم خان قبلا نام و آوازه سید را شنیده بود که مرد جنگاور است و در گذشته از قوم خود دفاع کرده است. لذا فوراً سید را در آغوش گرفت و به افرادش گفت شاه کریم را نزنید که ضایع می شود. این آدم هر وقت باشد به درد قوم می خورد. سپس دیه 2 نفری را که به دست شاه کریم کشته شده بود از خزانه حکومت پرداخت نموده و او را به اماننامه و سوار بر اسب رهسپار زادگاهش گردانید. شاه کریم بارها از جوانمردی، سعی صدر و دورنگری ابراهیم خان به نیکی یاد می کرده است. عزیمت به زرنی. با پایان کار اورخان تعداد زیاد از مردم پراکنده شده رهسپار دیارشان گردیدند. رهبر قیام با جمعی دیگر از لشکریان به سوی منطقه زرنی حرکت کردند. در منطقه مذکور نیز یک قلعه مستحکم حکومتی وجود داشت که با تخریب قلعه اورخان رهبر قیام تصمیم گرفت که تا هنگام آب شدن برفها و حرکت به سوی پنجاب آنجا را مقر خود قرار دهد. بار دیگر پرچم‌ها را برافراشتند و اسب‌ها را زین زدند. ارباب‌های متحد حکومت را دست بسته و سر برهنه جلوی اسب‌ها انداختند. سپاه پیروز با شور هلهله راه زرنی را در پیش گرفت. رهبر قیام در قلعه زرنی مستقر گردید و سپاهیان چون دیوار آهن اطراف او حلقه زدند. لشکرکشی حکومت کلان. در صفحات گذشته یادآور شدیم که قماندان حکومت کلان پس از استقرار در مرکز اورخان و همزمان با تدارک جنگ تعیین‌نامه به سید عباس اوضاع شهرستان و اجتناب ناپذیر بودن درگیری را برای حکمران راپور داد و از او تقاضای اعزام قوه نمود. با رسیدن این پیام و استمداد، حکومت کلان اساکر متعدد را با جلب نامه راهی مناطق مختلف هزارجات نمود تا مردم را علیه ابراهیم خان و مردم به پاخواسته شهرستان بسیج نمایند. اما پیش از رسیدن مأموران حکومت، مردم سراسر هزارجات از انفجار خشم مردم شهرستان آگاه شده بودند. امواج این انفجار کوه و کوتل هزارجات را پشت سر گذاشته بود و این روایت زبان به زبان میگشت که بچه گاوسوار شهرستانی یاغی شده است. از شجاعت‌ها و دلاوره‌های او افسانه‌ها ساخته شده و او به اسطوره ملی مردم تبدیل گردیده بود. این قیام که در یکی از سیاه‌ترین و مرگبارترین ادوار تاریخ هزاره اتفاق افتاد، آرزوی قلبی هزاران انسان زجر کشیده را بازتاب می‌داد و به همین خاطر گاوسوار و مردم شهرستان در هزاران قلب رنجور و زخم خورده جای داشتند. لذا مأموران حکومت در هر منطقه‌ای که قدم می‌گذاشتند تیرشان به سنگ می‌خورد و تلاششان برای بسیج لشکر ثمر نمی‌داد. وضع غزنی را از خاطرات محترم عبدالحسین مقصودی مرور می‌کنیم. در این گرودار حکومت مرکزی جهت سرکوبی ابراهیم خان گاوسوار ده‌ها پلیس را با جلب نامه‌های طویل وارد منطقه ما غزنی ناهور ساخت تا مردم دیگر جاهای هزارجات را علیه ابراهیم خان بسیج نماید. مردم از این امر حکومت سرباز زدند و به بهانه‌های مختلف امروز و فردا کردند، مگر این مردم نمی‌دانستند که ابراهیم خان
قهرمان این ملت است. آره، مردم می‌دانستند که اگر به جنگ ابراهیم خان بروند و خود خیانت کرده‌اند و نفعش برای دولت است. نباید در برابر قیام ملی ابراهیم خان از پشت به او خنجر زد. مردم به جلبداران حکومت مبالغ هنگفت می‌دادند و خود را کنار می‌کشیدند تا در مقابل قیام رو در رو و بالمواجهه نباشند. افراد غیرتمند اکثر جاها از کوه‌ها و بیراهه‌ها خود را به لشکر ابراهیم خان رسانیده بودند. پلیس و افراد حکومت از مردم دست بردار نبودند و مردم هم کوچکترین حرکتی از خود نشان نمیداد. حکومت به این نتیجه رسید که اگر بر مناطق دیگر فشار بیاورد ممکن است چند ابراهیم خان دیگر ظهور کند. آره، مردم بلا کشیده و محنت کشیده هزاره نه تنها دست رد بر سینه حکومت جار و ستم زدند، بلکه بسیاری از افراد غیرتمند و با احساس خود را به جمع سپاهیان صبح آفرین ابراهیم خان رساندند. با این همه حکومت دست از تلاش و تکاپو بر نداشت. از آنجا که بسیاری از ارباب‌ها و دیگر افراد فرومایه از آن وضع دردناک به نان بیننگی رسیده بودند و ادامه اون سیاهکارها و غارتگری‌ها را به سود خود می‌دانستند، حکومت توانست به یاری این عصاهای دست و آشناکشان بیگانه پرور لشکر بزرگ از دایکندی، دایزنگی، بهسود، یکاولنگ و سایر نقاط گرد آورده و به سوی شهرستان سوق دهد. لشکر نظامی حکومت کلان در منطقه رباط فرود آمد. شروع به چپاول و آزار و اذیت مردم کردند. از اون سو آوازه به زرنی رسید که لشکر حکمران به مرزهای شهرستان هجوم آورده. ابراهیم خان به مردم ابلاغ نمود که برای مقابله با لشکر مهاجم مهیای رزم شوند. با این اعلام حدود 1000 نفر در زرنی اجتماع کردند، پرچم‌های سبز را برافراشتند و از زیر قرآن گذشتند و به پیشواز اردوی حکمران شتافتند. وقتی در منطقه رباط مقابل اردوی خصم رسیدند، آنان سخت دچار وحشت و سردرگمی گشتند. و خصوص که آوازه‌های میان مردم جریان داشت که مردم شهرستان را بیشتر به افسانه شبیه می‌ساخت. نیروهای حکومت ابتدا تصمیم به مقابله و ستیز گرفتند، اما به دلیل وحشتی که بر آنان مستولی گشته بود توان چنین کار را در خود ندیدند و راه فرار را در پیش گرفتند. نیروهای مردمی به تعقیب آنان پرداختند. مسافت زیاد را سپاه حکمران پیشاپیش و نیروهای مردمی در تعقیبشان با جنگ و گریز طی کردند. وقتی نیروهای تعقیب کننده با آنها نزدیک شدند، فراریان موضع دفاعی گرفتند. برای مدت کوتاهی درگیری رخ داد. باز هم سپاهیان شهرستان هجوم آوردند. آنان این بار چنان با شتاب و سرعت رهسپار پنجاب شدند که دیگر پشت سرشان را هم نگاه نکردند. تعداد از آنها در این درگیری به اسارت درآمدند.